اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال میگه که و اذ قال ربک، و یاد کن زمانی را که قال گفت ربک پروردگار تو للملائکه بر ملائکه انی خالق بشرا، انی یقینا که من خلق کننده هستم بشر را، یعنی انسان من صلصال من حمأ مسنون، از صلصال از حمأ و مسنون. امی انسان که خلق شده این 5 حالت در قرآن ذکر شده که اول تراب است، تراب خاک میگن، یعنی وقتی که خاک عادی باشه او را در زبان عربی تراب میگن، و وقتی که امی خاک همراهش آب گرد شوه، خاک جمع آب شوه، بازی را طین میگن با توی. پس در قرآن وقتی گفته شده که انسان از خاک ما پیدا کردیم یا تراب، و یا ما را خلق کردیم از طین همراهش آب گرد شده گل، و باز اینجا میگه که الله متعال میگه من حمأ، وقتی که گل یک چند وقت بانه باز ای چی میشه؟ تغییر میکنه به سیایی. مثلا شما وقتی که گل کت آب یک جای بکنین، آب کت خاک یک جای بکنین، گل شو و گل چند روز در جایش بانه، بازی تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به حمأ. حمأ چی را میگن؟ حمأ و هو الطین المتغیر الى السواد، خاک که تغییر شده باشه به چی؟ یا گل که تبدیل شده باشه به سیایی، سیارنگ شده باشه. و مسنون که میگن من حمأ مسنون. مسنون چی را میگن؟ مسنون که چی شده باشه؟ منتن یا او را بو گرفته باشه. وقتی که باز مرحله 4 میرسه، اول خاک بود تراب، دوم به طین گل مبدل میشه، باز به حمأ مبدل میشه که سیاه هست، باز 4 مرحله ازی چی هست؟ مسنون است. مسنون یعنی امی گل گندیده یا گل بوی گرفته. و مرحله 5 چی هست؟ صلصال هست. و صلصال در آیت شریف و هو الطین الیابس الذی لم تمسه النار، امی گل وقتی که خشک شوه، تو شما دیده باشین کوزه و ظرفهای گلی را، ای چی شده؟ وقتی که آتش برش نرسیده باشه، وقتی که خشک میشه باز که میزنید تو دنگ 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 میکنه، پس این صلصال میگن. الله متعال در این آیت شریف بر ما و شما از خلقت بشر بیان میکنه که و اذ قال ربک للملائکه، وقتی که پروردگار تو گفت بر ملائکه اینی خالق، یقینا که من خلق کننده هستم، بشر را من صلصال از گل خشکیده یا پخته شده، من حمأ از چی؟ گل که متغیر است، سیارنگ شده به اساس گذشت وقت، و مسنون گل که با گذشت زیاد زمان گندیده شده و بو گرفته است. الله متعال میگه ما امی انسان از اینمی قسم خاک و گل و از اینمی چیز خلق کردیم. حکمت داری چی هست؟ حکمت والله عالم. حکمت داری هست که الله متعال ملائکه را که از نور خلق کرده، چهره های بسیار زیبا دارن، معصوم هستن، صفات بسیار عالی دارن، آل امتحان میکنه در مقابل ازی مخلوق از امت یک چیز پیدا میکنه، تا ای که ملائکه وقتی که امتحان میشه، پس بر ما و شما هم امی درس است که الله متعال امتحان ما میکنه. بعضی اوقات میگه یکی امر خالق است و یکی امو مخلوق است. الله متعال پیش الله امرش اعتبار داره، نه او چیزی که در مقابل چشم ما و شما هست. ما و شما مادیات رو میبینیم، ظاهرا از نگاه مادی آدم علیه السلام از اینی چیزا خلق کرد، ولی امتحان است بر ملائکه و در بین ملائکه که ابلیس است، جن هست، او ملائکه نبود. ابلیس
از جمله جن بود و او هم در بین از اینا آمده بود و میگفتند ما عبادت الله را میکنیم و به احکام الله را 100% سر خود تطبیق میکنیم. الله متعال میگه والجان، جنها را، جنیات که پدر جنها که ابلیس هست، میگه من قبل از آدم علیه السلام، پیش از یعنی پیش از خلق آدم علیه السلام مخلوقات دیگه جنها بودن. اینا را الله متعال میگه یارا ما خلق کردیم من نار سموم، از آتشی که سموم است، یعنی بسیار تیز است و انسانها را تقتلو به حرها، به حرارتش انسانها را میکشه. پس اینجا 3 قسم مخلوق شد. یکی مخلوقی که از نور خلق شدن، دوم مخلوقی که از صلصال حمأ مسنون که انسان هست ای هست، و سوم مخلوق دیگه هست که او از آتش خلق شده. الله متعال امتحان میکنه اینا را و میگه فاذا سویته ای صورته فعدلت صورته، یعنی الله میگه وقتی که من ایره مساوی ساختم، منظم جورش کردم و در هیچی کردم و نفخت فیه من روحی، و در این من نفخ کردم روح خود را. اینجا عزت انسان از نگاه مادیت نیست، از نگاه چی هست؟ از نگاه روحانیت و معنوی است. الله متعال میگه باز من دی دماندم من روحی، از روح خود. اینجا یک موضوع عقیدتی هست که ایره باید بسیار دقیق بفهمین که وقتی الله میگه روح الله، یا الله میگه بیت الله، یا الله میگه ناقة الله، این اضافت مخلوق به طرف خالق متعال، وقتی که الله متعال اینا را به طرف خود مضاف میکنه، اینجا گپ مهمی که هست دیگه است که این اضافت هایی که مثلا ما بیت الله میگیم، کعبه شریف بیت الله میگه، الله به خانه نیاز نداره. پس چرا بیت الله گفت؟ حکمت چی هست؟ این به خاطر از این است که این مخلوق بسیار با عزت است. روح وقتی که میگه روح بیت الله، الله به خانه نیاز نداره. پس مسجد ما و شما میگیم این بیت الله هست، خانه الله هست. خب الله خب به خانه نیاز نداره. این خانه به خاطری که نسبت به دیگر خانه ها عزت پیدا کنه و کاری که شما در دیگر خانه ها میکنین در اینجا نکنین، پس الله متعال ایره به خود نسبت میده، ایره نسبت تعظیم و تشریف میگه. پس خانه مخلوق است، بیت الله بیت مخلوق است، یعنی مخلوق الله که با عزت است. امی قسم وقتی که میگه ناقة الله، آل شتر صالح علیه السلام میگه ناقة الله، شتر الله هست. آل شترها خود کلش شتر الله هست. ایره هم علما میگن ای اضافت تشریفی هست، ایره به خاطر شرف دادن به می شتری که معجزه هست، اضافت تشریفی. وقتی که مخلوق میگه روح مخلوق است، روح مخلوق است، روح انسان، روح حیوان. پس روح انسان وقتی که الله به خود نسبت داد، اضافت چی میگن ایره؟ اضافت یا نسبت تشریفی هست. پس الله متعال میگه که ما در وجود از این انسان، با وجود از که از حمأ، از صلصال، از مسنون، از یگل ای خلق شده، لکن الله متعال میگه که ما ایره خلق کردم در بین ازی و نفخت فیه و می دمانم دایی من روحی، از روحی که مخلوق ما هست و با عزت است و با کرامت است، در وجود ازی ما ایره می دمانم. وقتی که این کار کردم الله متعال میگه فقعوا، پس واقع شوین له ساجدین، برای الله چی کنین؟ سجده کنان، در مقابل الله به سجده استاد شوین. خب اینجا الله متعال میگه وقتی که امر شد برای زنا فسجد الملائکه، پس سجده کردن ملائکه کلهم، الله میگه تمامی از اینا، اجمعون به شکل جماعت و دست جمعی، مثل که ما و شما نماز جماعت میخوانیم، کلگی یک مرتبه دست جماعت بس سجده میرن. ملائکه کل از اینا با همین جماعت آمدن برای الله سجده کردن، کلهم اجمعون الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا ورزید ان یکون مع الساجدین، که از جمله سجده کننده ها باشه. قال الله متعال برش گفت که یا ابلیس، ای ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، ما لک، چی شده بود تو را؟
الله تکونه ای که نباشی مع الساجدین امرای سجده کننده. چی شد؟ چرا نکردی سجده؟ الله متعال عالم الغیب است، الله میدانست، الله برای ما و شما درس میده و برای ملائکه میفهمانه و برای ما و شما میفهمانه که علتی که انسان ابلیس گمراه شد و اگر امی علت در هر کسی پیدا شود مثل ابلیس جور میشه. الله متعال برش گفت که مالک چی شده که الله تکونه مع الساجدین؟ قال میگه ابلیس در جواب گفت لم اکن، من قسم نیستم لاسجد لبشر، برای یک بشر ما سجده بکنم که خلقته را تو خلق کردی من صلصال، از گل پخته شده، من حمأ، از امو گل سیاه شده، و مسنون گل گندیده. آلی ای انسانهای متکبر و انسانهای بیدین امر الله را فراموش میکنه، به طرف ظاهر سیل میکنه. یک نفر سن ظاهر سیل میکنه میگه حجاب چی است؟ هیچی به درد میخوره. حجاب سن از حجاب سیل نکن، سن امر الله سیل کن. اگر تو ظاهر یک نفر سیل کنی یا میگه اوی فلانی ریش مانده، اگری چی خدا کل کنه روش خوب بلبل میکنه زیبا معلوم میشه. تو سنت ظاهری ازی که باریش بعضی اوقات انسان پیش الله ای عزت داره، با عزت زیبا معلوم میشه. آلی آدم علیه السلام الله متعال از همو چیز خلق کرد، امتحان است. کل ملائکه پشت گپ نگشتن، امر الله را تطبیق کردن، گفتن اگر از گل است، اگر از خاک است، اگر خاک گل گندیدگی است، اگر سیاه شدگی هست، ما امر الله را تسلیم هستیم. ابلیس گفت نه. ببینین اینجا مشکل برای انسان ها هم وقتی که پیدا میشه اینمی هست که انسان چی میکنه؟ تکبر میکنه و خود نسبت به یک کسی دیگه برتریت میده. از این خاطر وقتی قرآن میخوانین اولتر تقوایی که هدی للمتقین در قرآن میگه، متقی حقیقی کی هست؟ که خود از کلی که کمتر فکر بکنه، نه به چهره خود مغرور شود، نه به ساختمان خود مغرور شود، نه به وظیفه خود، نه به شغل خود، نه به لباس خود، نه به مال خود. از کلی که خود ضعیفتر فکر بکنه. چرا؟ اگر مثل شیطان برتریت خود در خلقت خود که ما از آتش خلق شدیم، ما بسیار زیبا هستم، ما بسیار عبادت کردیم، ما در صف ملائکه قرار گرفتیم. بعضی اوقات اینی رتبه هایی که انسان پیدا میکنه این سبب چی میشه؟ سبب گمراهی میشه. این درس است برای ما و شما. الله متعال گفت که قال، گفت برش که فخرج، برای منها از بین از میان ملائکه و از میان مخلوقات با ادب ما، فانک الرجیم، تو رانده شده هستی، و ان علیک اللعنة الی یوم الدین، بالای تو لعنت است تا روز قیامت. آل شیطان چی میگه؟ قال، گفت ربی، ای پروردگار من. یعنی شما اینجا سعی کنین شیطان به ربوبیت الله قناعت داشت. یعنی حتی شیطان، حتی فرعون، حتی ابو جهل، حتی ابو لهب، اینا به ربوبیت الله که الله رب ما هست، خالق ما هست قناعت داشتن. مشکلی از اینا در عبادت است. اکثرا شیطان وسوسه شی است که تو وقتی که الله را به ربوبیت قبول داشته باشی، تو را در عبادت میخواه شرک بسازه. شرک در عبادت در وجود تو داخل میکنه. قال، گفت ربی، ای پروردگار من، فانظرنی، پس مرا مهلت بده، الی یوم یبعثون، تا روزی که اینا مبعوث میشن. قال فانک من المنظرین، الله برش گفت تو از جمله کسایی هستی که قبلا تو مهلت داده شدی، تقدیر تو رفته که تا روز قیامت بر تو مهلت هست. یعنی دعای شیطان قبول نشد، بلکه تقدیر الهی همین بود که این شیطان تا روز قیامت همین قسم زنده باشه، الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتش معلوم است. قال، میگه ابلیس آل دیگه خطر اینجا میه و اول ما به خاطر به می هدف شروع کردیم که شما بفهمین که ابلیس چی میکنه. قال، گفت که ربی، ای پروردگار من، بما اغویتنی، به سبب این چیزی که مرا اغوا کردی، یعنی مرا گمراه ساختی و مرا ملعون ساختی، پس به سبب ازمی که من اغوا شدم دیگه من چی میکنم؟ آمد گفت که چی میکنم؟ لأزینن لهم فی الارض، ما چی میکنم؟ بر از اینا گناه ها را زینت میتم در زمین. لأزینن، ما زینت میتم چی را؟ گناه را، شرک، کفر. شما سعی کنید یک نفر در کفر مبتلا هست، شیطان اتو برش زینت داده که بسیار خوشحال است که من کافر است.
استغفر الله. یک کسی رو ببینی که در بسیار خطرناک شرک مبتلا هست و تو برش بیان میکنی که توحید اینی چیز است، شیطان بر از اون شرکش ات زیبا ساخته که دیگه هیچ جوری اعلان نمیده. میفهم که این کاری که من میکنم ضد قرآن است، ضد سنت است. لکن مشکل در چی است؟ مشکل در این است که شیطان بر از چی کرده؟ امیر زینت دادن. بسیاری کساس در بعضی از مرضها و گناههای خطرناک مبتلا هست، برش نصیحت بکنی نمیپذیره. علت چی است؟ شیطان اینجا سعی که الله متعال میگه که شیطان گفت لأزینن لهم فی الارض، من بر از اینا زینت میتم در زمین امی گناهانشان را، ولا اغوینهم، و اینا را من گمراه میکنم اجمعین تمامی، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده های مخلص. سعی که یکی مخلص است یکی مخلص است. در زبان عربی چی فرق است بین مخلص و بین مخلص؟ مخلص اخلص یخلص و اخلاصا، یک نفر خودش اخلاص میکنه و اخلاص چی هست؟ توحید نیت است. در نیت توحید باشه. وقتی در نیت توحید باشه، وحدانیت و یگانگی الله را در نیت خود مراعات میکنه، یعنی 100% در نیتش رضایت الله هست. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر 100% نیت شما به خاطر رضایت الله باشه، شما شدین مخلص. انسان مخلص نه از انتقاد کس متأثر میشه و نه از توصیف کس خوشحال میشه. یک کس بسیار توصیف تا میکنه ماشاءالله چه خوب عبادت کردی، چه خوب آدم هستی، چه خوب دعوت میکنی، چه خوب فلانی هستی. اگر متأثر شدی اخلاص از پیشت رفت. یک کسی دیگه میسرت انتقاد میکنه، دشنام میتید، داو میزنید، جای نمیتید. اگر متأثر شدی به گپای از اینا و دین و دعوت و راه اسلام ترک کردی، باز هم تو مخلص نیستی. این حال اگر اعمال تو، توحید تو، اعتقاد تو، عبادت تو، اعمال تو، اخلاق تو کلش 100% به خاطر رضایت الله متعال باشه، الله متعال تو مخلص شدی. الله چی میکنه؟ الله متعال بر بنده های مخلص میکنه مهر اخلاص در قلب ازی میزنه. با سبب اخلاصی که کردی الله در قلب تو چی را میزنه؟ مهر اخلاصه. باز اینی بنده مخلصین میشه. شیطان میگه اینی نفرها را باز من چیز داده نمیتونم، گمراه کرده نمیتونم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده های تو که اونا کی هستن؟ مخلص هستن. الا عبادک. سعی کنید الله متعال به اساس رحمت خود برای ما و شما، این حال وقت ما و شما ترجمه را شروع میکنیم، درس قرآن را شروع میکنیم، از اینجا ما به خاطر ازی شروع کردم که ما و شما اول باید نیت خود جور بکنیم. وقتی که در درس ترجمه قرآن ششتین، فقط رضایتتان و هدفتان، نیتتان 100% چی باشه؟ رضایت الله هست. یا الله من اینمی درس شروع میکنم، در اینمی درس فقط نیت من رضایت تو هست. اگر کس مرا بد گفت خفه نمیشم، اگر کس مرا توصیف کرد خوشحال نمیشم، اگر شیطان مرا وسوسه کرد متأثر نمیشم. بعضی اوقات شیطان می وسوسه میکنه که بخی چرا داری اینجا شیشتی، برو در دنیا بسیار چیز هست، اگر میال بری کار بکنی بسیار پیسه پیدا میکنی، بسیار ساعتی میکنی. این حال اگر اخلاص داشتی، باز الله متعال اخلاص تو را قبول میکنه، تو را در جمله مخلصین یعنی مؤمنین حقیقی که الله اخلاص از اونا را تایید کرده. قال الله متعال گفت هذا صراط علی مستقیم، اینی هست صراط یا راهی که بر من چی است؟ راه مستقیم است. و الله متعال بر شیطان این حقیقت هم بیان میکنه که ان عبادی، یقینا که بنده های من، امی بنده های مخلص من که واقعا کتاب مرا میخوانند، واقعا سنت پیغمبر مرا میفهمند و واقعا با اخلاص به این عمل میکنن، باز الله متعال میگه که اینی بنده ها را به خود نسبت داده. نسبت چی داده؟ نسبت تشریف، نسبت عزت. این بنده هایی را که ما عزت و شرف دادیم، این بنده های مرا، لیس لک علیهم سلطان، تو هیچ سر از اونا سلطه و قدرت نمی داشته باشی.
یعنی انسان مؤمن که آیات قرآن خواند میفهمه که شیطان بسیار ضعیف است. ان کید شیطان کان ضعیفا. شیطان خود گفت که من از هر طرف میایم، سر از عمله میکنم، برشان گناه را زینت میتم، شرک زینت میتم، کفر زینت میتم، گمراهی را زینت میتم. لکن الله متعال میگه که وقتی که بنده های ما باشه، بنده های مخلص ما باشه، باز لیس لک علیهم سلطان، باز تو سر از اینا هیچ سلطه و قدرت نداری. تو سر انسان هایی که اخلاص ندارن پادشاهی میکنی. شیطان میگه من پادشاه هستم. پادشاهی کی است؟ پادشاهی سر کسی میکنه که او عقیده توحید نفهمه، او دین نفهمه، او قرآن نفهمه، او سنت نفهمه. اما بنده های مخلص الله کس، الله میگه این بنده های مکه هستن، لیس علیکم سلطان الا مگر من اتبعک من الغاوین. او مردم های گمراه و سرکشی که است، باز اونا پیروای تو هست، تو سر از اونا حاکمیت میکنی، قدرت می داشته باشی، گمراهیشان میکنی. و الله متعال میگه و این جهنم لموعدهم اجمعین، باز موعد همه از اینا جهنم است. آله وقتی ما میخوایم که اخلاص داشته باشیم به خاطر الله، به خاطر دین الله، اینجا الله متعال برای ما و شما اگر میخوایم واقعا مخلص باشیم و میخوایم سلطنت و قدرت شیطان سر ما تطبیق نشه و الله متعال ما را از مکر و دسیسه شیطان نجات بده، پس اولین شرطش ادای حقوق قرآن است. اولین شرطش چی است؟ ادای حق قرآن است. وقتی ما و شما در اینجا جمع شدیم، اینجا در حقیقت جمع شدن ما در درس به خاطر چی است؟ به خاطر ادای حق قرآن است. میخوای بنده مخلص الله باشی، میخوای شیطان سر تو سلطنت نداشته باشه، پس حقوق قرآن عظیم شان باید مراعات بکنی. حق قرآن چند حق سر ما و شما دارن؟ حق اول قرآن عظیم شان بالای ما و شما چی هست؟ که ما باید به قرآن عظیم شان ایمان داشته باشیم و یقین داشته باشیم. ایمان هی است که عقیده داشته باشیم که این کلام الله است، این کلام الله است. این را ایمان میگه. یقین چی هست؟ یقین ای هست بعضی کسا ایمان داره یقین نداره. یقین چی هست؟ یقین ای است که ایمان داشته باشی که اینمی قرآن حل تمام مشکلات دنیا و آخرت من هست، حل کننده تمامی مشکلات دنیا و آخرت ما قرآن است. این یقین میگه. از این خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا وقتی که یک مشکل در زندگی برشان پیدا میشد، حل از این مشکل خود در کجا پیدا میکردن؟ جستجو میکردن در قرآن عظیم شد و حتما حل از اون مشکل در قرآن برشان پیدا میشد. خیمه وقتی که مشکل می داشته باشیم، چرا در قرآن حل مشکل خود پیدا نمیکنیم؟ یقین ما ضعیف است. پس باید سر یقین خود کار بکنیم. اگر یقین داشته باشی که من این قرآن هم میخوانم، شفاء لما فی الصدور، برای سینه ما، به قلب ما، به فکر ما، برای اندیشه ما شفا هست. مرا قرآن من میخوایم فکر ما جور بکنم. یا کسی میره کتاب های مختلف شرقی و غربی و فلاسفه و دانشمندا و یاره میخوان. اما مؤمنی که یقین داره نه قرآن میخونه. قرآن میخونه، حل مشکل خودم میگه، حل مشکل ما در قرآن است. پس وقتی که خواند یک وقت سهل میکنه که الله متعال برش بیان میکنه. اینی حل مشکل تو این قسم است. وقتی که یقین داشته باشی، الله باز برای تو فراست مؤمنه میده. فراست یک مؤمنه برای تو میده، ذکاوت یک مؤمنه میده، کیس فطن، ذکی و دقیق. وقتی که تو میخوانی چی میشه؟ عاجل مشکلت برات حل میشه. پس یکی از حقوق قرآنی هست که به قرآن ایمان و یقین داشته باشیم. دوم حق قرآن درست تلفظ بکنیم.
تلفظ درست قرآن امر الله هست. الله متعال میگه ورتل القرآن ترتیلا. قرآن با لهجه فارسی، با لهجه ازبکی، با لهجه پشتو، با لهجه های خود نخوانین. قرآن ترتیل بخوانین. ترتیل چی هست؟ بمو لهجه قریشی عربی که قرآن عظیم الشان نازل شده. قرآن امو قسم بخوانین. این حق قرآن است. ولی بسیاری کسا امی حق قرآن یقین نداره در قرآن. از این خاطر آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. قرآن در بین خانهش است، شفا در قرآن است. ای از خانه خود میره این در یک ولایت دیگه میگه آمدیم که امی طفل ما شفا بده. شفا در قرآن هست. آیا تو به قرآن مراجعه کردی که در قرآن فکر است، در قرآن اندیشه هست، در قرآن عقیده هست؟ آیا مراجعه کردی که قلب تو رو روشن بسازه؟ پس الله متعال میگه حق قرآن یقین. بعضی کسا حق قرآن نمیدن، یقین ندارن. بعضی کسای دیگه هستن که حق دوم قرآن چی است؟ درست قرآن باید بخوانی. و قرآن کسی که میگه من قرآن یاد نمیگیرم تکذیب میکنه قرآن. چرا؟ الله متعال میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر. ما برای پند، برای نصیحت، برای تلفظ، برای درست خواندن قرآن بسیار آسان است. شما اگر بسیاری زبانهای دیگر را برین سیل کنین، تو حرفا داره که این از بیخ بیدی تلفظ میشه که هر قدر زور بزنی یاد گرفتن نمیتونی. یک وقت زبان چینایی چقدر چینی سخت است. ژاپنی ها میگه ما در 6 ماه الفبای ژاپنی رو یاد میگیریم. در 6 ماه الفبای ژاپنی رو میگه به شتکای خود درس میدیم. در 6 ماه که از الفبایش یاد بگیره. نوشته کردنش بسیار سخت است. اما ولقد یسرنا القرآن للذکر. الله متعال میگه قرآن ما انقدر آسان ساختیم که مثال هایش انسان ببینه. انسان هایی که مخلص هستن. امیال ما شما جوان ها هستین 12 را خلاص کردین، میگه والا مغز ما حالا پیر شدم دیگه من یاد نمیگیرم چطور هستیم. در یک مملکت ما رفتیم که فارغین صنف 12 پیش از این در پانتون برن بیان پیش ما 7 ماه 8 ماه گفت. بعضشان در 1 سال اما ضعیف ذهنشان، دیگه‌اش که قوی ذهن هستن از 12 فارغ میشه 6 ماه بعد 6 ماه 7 ماه قرآن حفظ میکنه. یک شخص 70 ساله ببین یقین و بخوای که حق قرآن ادا بکنی. یک شخص 70 ساله پرسانش کردن که تو قرآن حفظ کردی یا در چه وقت؟ گفت در 1 سال. 70 ساله از ما 70 ساله ما لفظ قرآن در 1 سال حفظ یاد نمیگیره. ای تو چطور دانستی مکمل قرآن حفظ بکنی و با تجوید و با درست و با الفاظ؟ دندانایش هم کلش 70. گفت که با الله دعا کردم، گفتم یا الله فلان نفر موتر خواست برش موتر دادی، فلان نفر زن خواست برش زن دادی، فلان نفر قصر خواست برش قصر دادی، فلان نفر وزارت خواست وزارت برش دادی، فلان نفر مال خواست مال دادی. ما از پیشت قرآن میخواهیم. قرآن میخواهیم برای ما توفیق بده که با اینمی حالتی که زکریا علیه السلام گفت که اینی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، برای ما یک فرزند بدید اون وقت برش دادی. اما تو یک قرآن برای ما حفظ شد. میگه همین که شروع کردم میگه همین میخوانم حفظ میشه، میخوانم حفظ میشه، میخوانم حفظ میشه. میگه من 70 ساله احساس میکردم که من یک بچه 8-9 ساله هستم که قرآن حفظ میکنم. پس این به چی نیاز داره؟ به اخلاص، به ایمان، به یقین. حق سوم قرآن چی است؟ پس قرآن ورتل القرآن ترتیلا معنیش است که قرآن علما میگن منظور از ترتیل تجوید هست. قرآن با قوانین تجویدی بخوانید. اگر قرآن برایش وقت ندادی با تجوید نمیخوانی تو حق قرآن ادا نکردی. حق قرآن اگر 1 ماه برای تجوید به یک قاری جید که باشه، اگر 1 ماه وقت بدی 1 ماه کتش تجوید بخونین، باور بکنین که از 1 ماه زیاد وقت کار نداره و در 1 ماه تو میتونی که قرآن ورتل القرآن ترتیلا. حق سوم قرآن دانستن معنای قرآن است. وقتی که قرآن میخونی باید بفهمی که امی قرآن چی میگه برای من.
همین کلمات قرآن برای ما چی میگن؟ میخوای که مغزت جور شوه، فکرت جور شوه، عقیدت جور شوه، قلبت قلب سلیم شوه، معنای قرآن بفهم. چرا فکر مردم خراب است؟ چرا طرف کمونیسم میرن؟ چرا طرف سوسیالیسم میرن؟ چرا طرف سیکولاریسم میرن؟ چرا گمراه میشن؟ چرا سوسیال دموکرات میشن؟ چرا لیبرال دموکرات میشن؟ معنای قرآن نمیفهمن. حق قرآن ادا نکرد، پس فهمیدن معنای قرآن یکی از حقوق بزرگ قرآن عظیم الشان است. حق الله و حق کتاب الله است. حالا شما تصور بکنین یک کسی بر شما یک پرزه خط آورد، اینی پرزه خط بر شما داد، کس آمد بر گفت حالا یک دوست یک خط برات روان کرد. از کجا روان کرد؟ از فلانی مملکت، در پشت پاکت نوشته است برای فلانی شخصی خط. شما این خط گرفتین قرار ده با می الماری خوبی خط یک 5-6 تا پوش دادینش، پوش زری و پوش تکه های بسیار خوبی دادین، بالا خط ماندی. یک سال بعد دوست آمد یک خط برات روان کرده بودم، بگه بله چی کردی او خط مرا؟ والا او خط ترا گرفتم ماچ کردم، 7-8 تا پوش کردمش، دم بالا تاق مانده میش. هر وقت که سیل میکنم تو به یادم بی بسیار خوشحال میشم. و برات میگه که تو بسیار دوست احمق هستی، تو حق مرا ادا نکردی. من دو خط بر تو یک 3-4 گپ داشتم، یک سال منتظر بودم، یک شهادتنامه سرتیفیکیت کار داشتم، تا را گفته بودم کاپی از رو برای ما روان کن. از پیشتون من مطالبات داشتم، توی وقتی که کار مرا بکنی خط من چی کنم؟ کاغذ گرفتی 6 تا پوش دادی در اتاق بلند ماندی. او کاغذ خار که ساخته میتونه. قرآن عظیم شان خود از چرم و از کاغذ و از پوست است. اصل قرآن خود الفاظ قرآن است. معجزه خود ای کاغذش نیست، معجزه خود در لفظ قرآن است، در معنای قرآن است، در فهم قرآن، که تو قرآن باید بفهمیم. پس کسی که تنها قرآن پوش میکنه، کسی که تنها قرآن ماچ میکنه، کسی که قرآن در طاق بلند میمانه، این حق قرآن ادا نکرده. و شیطان ده بیکار و زین لهم الشیطان و اعمالهم. همین شیطان هم چی قسم زینت میتده؟ میگه از قرآن لاکت جور کو در گردنت پرتو، از قرآن سوره آیت الکرسی رو در گردنت پرتو، از قرآن پوشک جور کو در سر عروس بگی، از قرآن لوحه جور کو در دیوال نصبش بکن. این کلش هیچ کدام از این حق قرآن ادا نمیکنه. در وقت رسول الله صلی الله علیه و قرآن شریف چند تا پوست داشت؟ در یک اتاق در پوستان نوشته شدگی بود، در یک اتاق همونجا انداخته بود. اما قرآن هم تو خوانده می رفتن، در پوست گوسفند بود، در پوست شتر بود، در استخوان شانه شتر بود، در تخته های سنگ بود، در تخته های چوب بود. در کل از این تخته ها چی بود؟ قرآن عظیم شان بود و می خواندن و عمل می کردن. این نبود که قرآن شریف بگیره تمام رو در پوست در گردن خود انداخته باشه یا در بال سر کله خود اینو بگردانه. پس فهم معنای قرآن حق قرآن است. حق چهارم قرآن عظیم شان حق تدبر است.
سیکنین یک درس بسیار بزرگ است. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما. ان الله یقین داشته باشین. این به معنای یقین هست، تحقیق است، تأکید است. یقین داشته باشین که الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، توسط از این کتاب که قرآن عظیم الشان است یک تعداد مردم الله با عزت میسه، مقامشان بالا میبرد. رفعت به معنای چی از بلندی هست. هر قدر که قرآن میآموزی الله متعال با مجالست با قرآن، الله متعال به مو اندازه تو را عزت و مقام بلند میده. الله متعال میگه که رسول الله صلی الله علیه و میگه که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، توسط کتاب این کتاب بعضی اقوام الله متعال چی میکنه؟ رفعت و مقام بلند میده. چرا مقام بلند داد؟ به خاطر که حق قرآن ادا کرد، قرآن خواند، تلفظ درست کرد، معنایش درست فهمید، درست تدبر کرد، عمل کرد، دعوت کرد. پس الله متعال این مردم به قرآن چی میکنه؟ یاره عزت میده و مقام از روز به روز به نزد الله بلند شده میده، پیش الله صاحب رتبه‌های بلند میگیره. و یدع به آخرین، و یک تعداد دیگه که در بین جامعه پیش مردم بسیار عزتمند میباشن، الله متعال با قرآن اینا را ذلیل میسازن. کسایی که در مقابل قرآن، در مقابل مدرسه قرآن، در مقابل درس قرآن، در مقابل فهم قرآن، در مقابل عمل با قرآن، در مقابل دعوت با قرآن استاد میشن، الله متعال اینا را ذلیل میسازن، مثل ابو جهل و ابو لهب و دیگه مشرکین و کافرین و فرعون و هامان و شداد و نمرود. برای ابن عازب رضی الله عنه چی میگه؟ میگه کان رجل یقرأ سوره الکهف، میگه یک شخص سوره کهف میخوان و عنده فرس مربوط بشطنین، میگه سوره کهف میخوان در کنارش اسبی بود که او در دو طناب بسته شده بود. فتغشته سحابه، میگه یک ابر آمد، فجعلت تدنو، امی ابر پایان شده میره، پایان شده میره. و جعل فرسه ینفر منها، امی اسب خیزک زده میرفت وقتی که امو حالت میدید. فلما اصبح، وقتی که صبح کرد، اتى النبی صلی الله علیه و سلم، پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد. فذكر له ذلك، برشیر ذکر کرد که شبیه یک گپ بود یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال تلك السکینه تنزلت للقرآن، گفتی آرامش است. وقتی قرآن میخوانی، با قرآن معنای قرآن میخوانی، با قرآن فکر میکنی، الله از آسمان بر تو آرامش را که مردم به میلیون ها میلیون دلار ایره حاصل کرده نمیتونن، الله این آرامش در قلب تو ایجاد میکنه. آرام میباشی، قلب مطمئن میباشی، احساس راحت میکنی. و این آرامش بسیاری کساس پیش روانشناسا برید، مردم ماهانه به صدها دلار دواهای چیز میخرن، آرامش فکری و سکون و بیخوابی و نارامی و این مشکلات است. اون تابلت هایی را که سایکولوژیستا بر انسان ها میته به خاطر آرامش ذهنی و روانی ازی، وقتی قرآن در مجلس قرآن میباشی آرامش الله نصیب از اینا میکنه. و میگه تلک السکینه تنزلت القرآن، حدیث متفق علیه است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم است. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من قرأ حرفا من کتاب الله، کسی که یک حرفی از کتاب الله را بخوانه، فله حسنه، بر از اون نیکی هست، والحسنه بعشر امثالها، و یک نیکی 10 چند میشه. یعنی در هر حرف قرآن 10 نیکی بر انسان نوشته میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لا اقول الف لام میم حرف، میگه نمیدونم که الف لام میم حرف است، ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. یعنی در مقابل الف 10 ثواب، در مقابل لام 10 ثواب و در مقابل میم 10 حسنه برای انسان نوشته میشه. برای انسانی که این قرآن با اونم شرایطش با ادای حقوقش میخونه. بسیاری کسا حق قرآن ادا نمیکنه با ثواب میخونه. مثل که یک نفر، شما تصور بکنید
یک نفر حق پدر خود مادر خود ادا نمیکنه، باز میگه دعای مادر و پدرم در حق ما قبول شد. مادر و پدر کی بر تو دعا میکنه، میگه دل مرا تکت تک کردی، برات امر کردم امر ما قبول نکردی، گفتم نماز بخوان نماز نخوانی، گفتم روزه بگی روزه نگرفتی، گفتم دوا بیار برام ناوردی، دشنام مام دادی، حق ما ادا نکردی. باز این مادر و پدر برای چی فایده میکنه؟ هیچ فایده نمیکنه. این ثواب برای کسی است که حق قرآن ادا بکنه، حقوق قرآن الله برش میکنه. دیگه از مسائلی که لازم است که ما و شما رو بفهمیم که آداب قرآن عظیم شان است که وقتی یک کسی قرآن عظیم شان میخونه، قرآن خود کلام الله هست و مجلس قرآن مجلس الهی هست و در اینجا ملائکی الله حضور پیدا میکنن. حتی بعضی اوقات جنیات که مسلمان های جن هستن اونا هم در این مجلس شرکت میکنن. پس آدابی در قرآن است که وقتی قرآن میخوانین انسان ها هستن، ملائکه حضور می پیدا میکنن، جن ها حضور پیدا میکنن و از این قرآن استفاده میکنن. پس اول ادبش است که انسان در مجلس قرآن با طهارت و پاکی باید بشه. انسان باید پاک باشه و وضو داشته باشه و عطر بزنه و لباس پاک داشته باشه و چیزی که بوی میده مسجد بدبوی میسازه، نفرت ملائکه را ایجاد میکنه، نفرت دیگه انسان ها را پایش بوی میده، از اینا خدا حفظ بکنه. پس اول طهارت وضو هست، دوم پاکی بدن و لباس هست، سوم ادبی هست که قطع نکردن درس قرآن به سخن مخلوق. سخن مخلوق چی است؟ این ادب قرآن است. مثلا تلفن سخن مخلوق است یا گپ یک انسان دیگه هست. از این خاطر علمای سلف، مثلا یکی از بزرگان سلف امام مالک رحمت الله علیه که رئیس مذهب مالکی هست، امام مالک رضی الله تعالی عنه در جلسه درس خود شیشته بود، میگه لحظه به لحظه شاگرداش به طرف سیل میکنن که چهره استاد تغییر میکنه، اما درس خود ادامه میده. ببینین وقتی که میگه از درس خلاص شد، یک شاگرد خدا گفت که تو بیا می چپن مرا پشت سر لباس مرا یک دفعه سیل کن. میگه وقتی که ایره باز کردن دیدن که 18 جا ایره گشتم گزیدن. گفت ما نخواستم به خاطر گشتم گزیدن علاقه درس خدا یا درس حدیثی را که میداد احادیث ما قطع بکنم. اینال ادبی هست که وقتی انسان در درس قرآن و درس سنت درس دین میشینه تلفن خدا گل بکنه و به خاطر مخلوق کلام الله را قطع نکنه. چهارمی ادبی هست که دیدن به طرف قرآن عبادت است، زیاد به طرف قرآن نظر بکنید، دست خالی نشینید، قرآن پیشتان باشه، ولو که امو آیات حفظ هم داری نظر به قرآن بکنی و نظر به آیات قرآن بکنی. چرا در روز آخرت انسان حتی از چشمای خود چی میکنن عذاب میبینه، میگه کاش که من نابینا میبودم که از دست عذاب چشم. و دیدن به طرف قرآن انسان اعظمی چشم از عذاب الهی حفظ میکنه. پنجم گفتن اعوذ بالله هست، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. و این تنها زبانی نه، باید قلباً بگی که یا الله اعوذ بک، اعوذ بالله السمیع العلیم، ما با الله که سمیع و علیم هست از شر شیطان الرجیم به تو پناه میبرم. چرا شیطان وسوسه میپرته، نمیگذاره که انسان قرآن بخونه، در نیم درس انسان است وسوسهش میکنه که کارت مان ولا فکرت مان ولا تجارتت مان ولا پیسیت مان ولا نقص کردی ولا فلان شدی. اینال این مانع از درس قرآن میشه. پس ادب قرآنی است که انسان به الله پناه ببره از شر شیطان و به این شکل میتونه که تا به آخر در درس قرآن عظیمشان میشینه. ششم ادبش با دست راست قرآن بگیریم. هفتم ادبش به جای در قرآن نوشته نکنیم و اگر در حلقات درس قرآن 300 افغانی در بازار میته و اگر کسی تجار هست امکانات مالی داشته باشه صدقه جاریه برای مادر و پدر خود میکنه. برای بعضی کسا میره میگه به مادر و پدر خود فوت کرده یا خیرات میکنم. چطور میکنیم؟ خیرات های رواجکی که هیچ ثواب نمیرسه.
بخره یک چند دانه از این قرآن بیاض میگن که صفحات سفید داره، باز میتونه در اونجا چی کنه؟ نوشته بکنه و این درسا پیشش باشه و ان شاء الله تعالی میتونه در آینده در خانه خود، در منزل خود به این نیت که من قرآن یاد بگیرم و در آینده خودم الله برام توفیق بده شارح و مفسر و ترجمان قرآن باشم، باز میتونه که بر فامیل خود حداقل اگه دیگر نتونست همین قرآن چیزه. و اگر یادداشت بگیرین و نوشته کرده بتونین بازی برای شما بسیار، خصوصا در قرآن بیات که باشه بازو حفظ میشه. 20 سال پیش هم قرآن در خانه تو می باشه، در دیگه کتابچه و کاغذ و تو باز چند وقت بعد گم میشه. اما قرآن بیات داشته باشین، نوشته بکنی، گپای مهم خودت یک ترجمان قرآن میشی و به این نیت باشه که باز من قرآن به دیگران برسانم. دیگه هشتمی ادبش است که به نیت عمل باشه که ما پروردگار بر ما توفیق بده که عمل بهی بکنیم. چرا معلومات شما در اینترنت برین، اینترنت بیخی چیزی که علوم از بینش است اما بر از هیچ فایده نمیرسانه. دک میموری امیال مثلا 40,000 کتاب می باشه. خدا میموری آدم جور نکنه، خدا انسان چی جور بکنه؟ مؤمنه که وقتی قرآن میخونه به او عمل بکنه، به نیت عمل و به نیت تصحیح و درستی عقیده هست. توجه داشته باشن که در آیات نعمت وقتی که ذکر میشه در قلب خود دعا بکنه پروردگارا این جنت، این نعمت، این سعادت نصیب بکنی در هر آیت نعمت. و در آیات های عذاب از دوزخ و از عذاب به الله پناه بخوایم و دومی ادبش است که دعوت به قرآن بکنه. آل قرآن به کی حاصل میشه؟ ما میخوایم قرآن حاصل بکنیم. اینا اگر میخوایی که الله برات علم قرآن نصیب بکنه، امام شافعی رحمت الله علیه میگه که امام شافعی رئیس مذهب شافعی است، محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله. ای فقیه هم بود و شاعر هم بود. شعر فقیهانه میگه شکوت الی وکیعا سوء حفظی، میگه پیش استاد خود رفتم از خرابی حافظه خود شکایت کردم. شکوت الی وکیع، استادش وکی نام داشت. شکوت شکایت کردم به وکی سوء حفظی، گفتم استاد حافظین بسیار خراب است، صحیح حفظ کردن نمیتونم، در حالی که امام شافعی بسیار حافظه قوی داشت. فالهمنی الی ترک المعاصی، برای ما گفت که بچه گناه را ترک بکن، معصیت ترک بکن. معصیت گاهی به چشم میشه، این فیلمای ناقی را که سیل میکنی ترک بکن. حالا بعضی وسایل شدن همین فیسبوک و اینترنت و یوتیوب گپات شده که کلان آدم سعی کنید در پالوش یوتیوب خود چالان کرده و 6 تا عکس برهنه و مجهز برش میگه شیخ صاحبی چی است؟ این خواهد صاحب گمش که خواهد چشم تو خدایی خورد، تو خود دیدی، تو خود سیل کردی. معصیت است، چشم گناه میکنه، گوش گناه میکنه. بسیار کسا را ببینی قرار اونجا ساز چالان است، خدا و بوتل که ساز است نرو نان نخور. در موتر که دروازه شواز که دیدی که موتروانش ساز چالان کرده، در موتر بالا نشد، نه بیادر چرا؟ برش بفهم والا ساز است، ما در موتر که ساز باشه بالا نمیشه. همونجا یک دعوت بکن. انال شکوت الی وکیع سوء حفظی فالهمنی الی ترک المعاصی، مرگف که معصیت ترک. فان علم الله نور، این علم قرآن نور الله است. قلب روشن میسازه، چشم روشن میسازه، گوش روشن میسازه، ضمیر و فکر بینایی و روشنی نصیب میکنه. فان علم الله نور و نور الله لا یعطی لعاصی، الله این نور خدا برای عاصی نمیده. حتما او اگه یک روز آمد صبا شیطان برش وسوسه میکنه که برو برادر یک چیز دلش میفته ترک میکنه. پس الله کسی را که دوست داشته باشه توفیق گرفتن از نور الله برش حاصل میشه. و علم الله لا یعطی لعاصی. خود درست است، نمیم که ما گناه نکردیم یا گناهگار نیستیم یا شرمنده نیستیم. پیش از شروع درس توبه بکنیم، استغفار بکنیم، گریه بکنیم و بگیم پروردگارا برای ما علم قرآن نصیب بکن. ربنا لا تؤاخذنا بما
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ما را مؤاخذه نکن وقتی که ما فراموش کردیم، خطا کردیم و گناه کردیم. الله بر ما تعلیم داده. پس ما گناه کردیم، اشتباه کردیم، نمیم بیگناه هستیم، لیکن پروردگار مرا ببخش. وقتی که الله باز توبه را قبول کرد، باز توفیق عبادت و اطاعت نصیب میکنه، باز مجلس قرآن باز از او استفاده میشه. پس به خاطر حصول قرآن با اخلاص 100% نیت خدا به خاطر رضایت الله بسیم. اگر اخلاص پیدا کردی، باز الله علم قرآن برات نصیب میکنه، فهم قرآن نصیبت میکنه، عمل به قرآن نصیبت میکنه، دعوت به قرآن نصیبت میکنه، تو را در جمله بنده های خود قرار میده. دوم به نیت هدایت بشینیم. نه والا ما میخوایم یک معلومات، نه، ما به نیت هدایت که قرآن کتاب معلومات نیست که من معلومات بگیرم و کلمات عربیش یاد بگیرم فلانش یاد بگیرم. ما به نیت هدایت از قرآن، چون قرآن هدن هدایت است. ذالک الکتاب، امی کتاب که است. چه قسم کتاب است؟ لا ریب فیه، دی شک نیست. چی هست؟ کتاب چی است؟ طب است، هندسه است، تاریخ است، جغرافی است، چی است؟ میگه نه، کتاب هدایت است. برای کی هدایت است؟ برای متقیان، برای انسان‌هایی که متکبر نیست، متعصب نیست، مغرور نیست. بعضی کسا میگن نه باش من خوب قرآن یاد بگیرم که خوب عربیم پخته باشم و تو دیگه یک کلمه قرآن هم که سر من انتقاد گرفته نتونه. نه، انشالله به نیت هدایت بشی، باز دیگه‌اش خود به خود چی میشه؟ حاصل میشه. الله برای تو در عربی و کلمات قرآن کلش میفهمه. پس اگر میخواهیم که قرآن از نور قرآن بر ما حاصل شود، پس به نیت هدایت بشیم. دیگه فکر کنه که این خطاب قرآن به ما هست. یک وقت یک علامه اقبال است میگه من قرآن میخواندم، من پدرم تیر میشد، بر من میگه بچه‌م چی میخوانی؟ میگه من برش گفتم خب قرآن میخوانم. پدر میگه بس سبا باز تیر شد، پدرش خوب عالم بوده. میگه باز من بچه‌م چی میکنی؟ میگه ببینی قرآن میخوانم. دیگه چی پرسان میکنی، چی میکنی؟ سوم روز باز تیر شد، میگه من گفت بچه‌م چی میکنی؟ من گفتم پدر قرآن میخوانم. گفت نه، قرآن اتو بخوان، مثل که قرآن سر خودت نازل شده. پس هر وقتی که قرآن میگه قل، بگو، مرا میگه که بگو یا ایها الذین آمنو، بگو ایها الناس یا فلان. باید تو احساس بکنی که این قرآن کل خطابش بر ما هست. آیا ما به عمل کردیم؟ آیا ایمان ما می قسم است؟ آیا عقیده ما مطور است؟ آیا ما مستحق دوزخ هستیم؟ آیا ما مستحق جنت هستیم؟ باید کل آیات قرآن به خود چیز کنیم. چهارمیش است که حفظ عظمت قرآن. بفهمید که قرآن کلام بسیار با عظمت است. این عظمت قرآن باید در قلب داشته باشی. مثل کتابای دیگه ور نیست که مقصد بخوانه بانشو در پالوگه که تو طرف بانشو پرتش. نه، عظمت قرآن در قلب داشته باشی که ما آل آمدیم یک کتاب بسیار با عظمت الهی را میخوانم. پنجمی، اگر میخوایی که از قرآن بهره بگیری، زهد باید داشته باشی. زهد چی است؟ ترک ما لا ینفعک فی الاخره. زهد علما چه قسم تعریف میکنه؟ میگه ترک ما لا ینفعک فی الاخره، چیزی که در آخرت بر تو منفعت نمیرسانه او رو ترک بکنی. اینمی زهد است. من اینمی کارا میکنم، شاید بر دنیای ما یک فایده بکنه، با آخرت چی فایده میکنه؟ هیچ. پس او رو ترک کنی، آنچه که بر تو در آخرت منفعت رسانده نمیتونه. این زهد است. و سفیان الثوری رحمه الله میگه محبت دنیا و محبت قرآن با هم جمع نمیشه. محبت قرآن و محبت دنیا. کسی میگه در دنیا چوکی داشته باشم، قدرت داشته باشم، مقام داشته باشم، مال داشته باشم، ای داشته باشم، او داشته باشم. این محبت دنیا با محبت قرآن هر دویش در عقل جای نمیشه. چرا وقتی که محبت قرآن حاصل کردی، باز دنیا پیشت خودش میایه، دنیا پیشت میایه. آنچه که در تقدیرت رفته و خود به خود رسیده درت میرسه. اما اوش و فکر و هم و غم طرف دنیا نمی باشه که دنیا رو ما باید حاصل کنم، حلال شود، حرام شود، هر قسم شود. ششمش ترک الهوا هست که از نفس پرستی
افرأیت من اتخذ الهه هوا. بسیاری کساست خواهشات نفسیش معبودش است. باید معبودت خواسته های نفسیت نگردانی. هفتمش چی است که ایمان قوی و یقین قوی داشته باشی به قرآن. هشتمش قلب پاک داشته باشی. باید قلبت از شرکیات پاک کنی، از محبت کبایر، محبت گناه های صغیره، از بدعت ها، از شبهات، از شهوات. دشمنای اسلام که است، یعنی دو وسیله هست برای از بین بردن و ضربه زدن جوانان: شهوات، شبهات. یا شهوات نشر میکنه، ساز و رقص و بی‌حیایی و برهنگی و اینی چیزا، و یا هم شبهات در قلبت ایجاد میکنه. پس باید خدا از شبهات و شهوات دور بکنی که الله از نور قرآن نصیبت بکنه. نهمش اراده و عزم قوی هست. باید به قرآن، فهم قرآن، اراده قوی و عزم قوی داشته باشی و صبر داشته باشی. چرا؟ صبر چی هست؟ صبر در معصیت است. اول صبر در طاعت است. الله وقتی که میگه که ان الله مع الصابرین، الله به امرای کی است؟ به امرای صابرین. من هم الصابرون الذين يصبرون على الطاعه. طاعت چی است؟ اگر در نماز صبر نداشتی تیز نماز میخونی، اما اگر صبر داشتی به طریق رسول الله صلی الله علیه و نماز میخونی. قرآن اگر صبر داشتی، ما و شما در افغانستان هستیم، 1 ساعت 2 ساعت که قرآن خوانده شود احساس خستگی میکنیم، اما در دیگه کشورها ما دیدیم از این ساعت نماز صبح که شروع میشه تا 10 بجه 11 بجه ترجمه قرآن هم تو خوانده میره خونه، یا بعضی اوقات 8 شروع میشه تا 1 بجه. کلی هم تو شیشتن با یک محبت خاص به قرآن. کوشش کنه انسان وسوسه های شیطانی، فاجعه ها، یک کمک شخص شدن یاره وسیله برای چی؟ برای ترک درس و تعلیم چیز نکنه، بلکه صبر داشته باشه. سرخود صبر چی میشه؟ کمی سرخود فشار میری. تا سرخود فشار نبیاری صبر حاصل نمیشه. صبر در اطاعتی نمی هست. صبر در معصیت چی است؟ که وقتی که گناه در مقابلت است تو صبر داری، پیشوت گناه است نمیدوی به طرفش، سهل میکنی، نفست کشت میکنه و تو دیگه در مقابل نفس مبارزه کرده میتونی. و صبر در مصیبتی است که یک دفعه دلت میشه که میاله چیق بزنی کل دنیا را صدایت بگیره و تو کل دانت چپ میگیری، از دانت گپ نمیاد، اشک از چشمای جریان داره و میگی انا لله و انا الیه راجعون. پس باید اگر میخوای که تحصیل علم بکنی باید بسیار صبر داشته باشی. علما میگن که در سلف صالح علما میشیشتن در روشنی به آفتاب کتاب میخوانن، میگه شام که میشه تاریکی میشه، در روشنی مهتاب چراغ نمیده، در روشنی مهتاب میشیشتن، یه قسمی به مهتاب کتاب میگیرن میخوانن. یک وقت صبح آذان میداد و این در مطالعه هست، خوانده میره. صبر در چی هست؟ صبر در تحصیل علم، صبر در فهم قرآن. خب دیگه موضوعی که باید ما و شما مقدمتاً بفهمیم اوی است که اموری که سبب دوری از علم قرآن میشه. کدام کاراست که انسان از علم قرآن دور میسازه؟ اولش تکبر است. حالی مثلا اگر ما اینجا قرآن شریف شروع کردیم به این معنی نیست که علم ما از علم شما کده بیشتر است، یا فهم از فهم شما کده بیشتر است، یا نسبت به شما ما کدام برتری داریم. این حال کل ما و شما یک چیز هستیم، منتها ما یک ذره ریشم سفید تر است. اگر شما درس بدین شاید از ما کده خوبتر بگویید. ما میره شروع کردیم. این حال اگر پشت ازی بگردی که ولی در درس ازی کی میشینه، خودش چیز رو یاد نداره و خودش، این تکبر است. بعضی اوقات شیطان در قلب انسان میبرده، تکبره. من سر ازی یگان اصطلاحات آمده که مثلا سر این چیز مثلا ازی ماشم برکام نمیگیرم، جمپ نمیگیرم. این کلمات چی است؟ کلمات متکبرانه هست. تو میگی که حالا ما اینو چی کنم؟ من آیات قرآن حداقل معنایش بگویم، از این استفاده میکنم. پس یکی از وسایلی که انسان از علم قرآن، از فهم قرآن، از درک قرآن انسان محروم میسازه چی است؟ تکبر است. شیطان ابا و استکبره، تکبر کرد. سر چی تکبر کرد؟
چرا آدم از صلصال است؟ چرا از همه مسنون است؟ چرا از گل سیاه شده گندیده خلق شده؟ ما بخیزم برازی یا سبحان الله، الله هدایتت کنه. تو امر الله را ببین، چیری از رو چی میکنی؟ پس از این خاطر اولین چیزی که مانع علم میشه تکبر است. دوم چیزی که مانع فهم قرآن میشه موجودیت بدعت است. وقتی انسان در بدعت ها مبتلا بود، چیزی که دین نیست او را دین فهمید، بازو قرآن را نمیفهمه. یک عالم ایرانی بود به نام دکتر شریعتی، خوب عالم است، گپای خوب داره. خب گپای خرابش میبریم، یک گپ خوبش همی است. گفت مثلا چرا یک نفر در امریکا مسلمان میشه، خوب مسلمان قوی میشه، و ما در ایران گفت که از خود گپ میزد، خوب قرآن نمیفهمیم. گفت ما پیش از اینکه قرآن بخوانیم در کله ما خرافات و بدعت ها و دشنام ها کله ما پر شده. حالا که قرآن میخوانیم، قرآن هیچ در ما تاثیر نمیکنه. میگه باران که در لطافت تبش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. باران همون باران است. اگه امیل در کابل باران ببارش، باغ بالا بری اینجا گلا و تراس حل میکنه، اوه چقدر خوبش زیباست. اگه بری در شور بازار مجبور موزه بپوشی که در کوچه تیر شوی، کلش بوی از گندگی هست. خب باران که در لطافت، قرآن که است به قلب پاک از بدعت ها و از خرافات و از گپا نیاز داره. کسی که به این چیزا مبتلا باشه، این دیگه بازی که او ولی مطابق مزاج ما گپ نزد. همه علمای یهود که بودن باز چند نفر رایی میکردن، باز میگه برین در درس فلانی، درس رسول الله صلی الله علیه و آله، برین در درس پیغمبر بشین. خب اگر گپایش مطابق گپای ما بود، او رو قبول کنین. اگر نه که باز مخالف گپای ما بود، بازش گپایش قبول نکنین. یعنی شما برین قرآن هم بشنوین، خب همون گپای شرکی ما را باید رد نکنه. وقتی که میدن که رسول الله صلی الله علیه و آله شرک از اونها را، بدعت‌های از اونها را، بدیهای از اونها را، باز میگه این مجلس نشینین دیگه، بگریزین از این مجلس. پس اونها باز از نورانیت قرآن استفاده نمیتونن کنن. سوم خواهش پرستی، امی که نفسش سرش غلبه داشته باشه. و پنجمش عدم تحقیق. بسیاری کسا سمت به تفاوت تحقیق نمیکنن. شما تحقیق کنید. ها؟ اولش موجودیت تکبر، دومش موجودیت بدعت، سومش اصرار در گناه، چهارمش خواهش پرستی، پنجمش عدم تحقیق، و ششمی چیزی که مانع فهم قرآن و سنت میشه اعتماد اقوال بدون دلیل. شما یک گپی که یک عالم میزنه، این عالم باید نظریات خود سر شما نقبولانه، بلکه اگر من کدام گپی را زدم بگوین استاد تو اینی گپ گفتی، مرا سند از قرآن و مرا سند از سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر براتون سند داده تانستم گپ ما بگیرین، اگر گپ ما بی سند بود رد کنین. چرا؟ گپ استاد، گپ عالم، گپ شیخ، گپ هر کس اعتبار وقت پیدا میکنه که مستند به چی باشه؟ به کتاب الله و سنت رسول الله. و او عالمی که برای تو سند داده نتونه، تو فقط هم گپ بگه هر چی که من گفتم تو رو تقلید بکن، و انال اون دوم کس خود میره از امو کلان خود چی میکنه؟ تقلید میکنه. آخرین نقطه که برای درس مقدماتی امروزی ما و شما هست، که را باید ما و شما بفهمیم، او چی است؟ که قرآن، اصل قرآن برای چی هست؟ یکی از علمای بزرگ به نام علامه ابن القیم رحمه الله میگه القرآن كله فی التوحید. فکرتان باشه که قرآن عظیم الشان کلش در توحید است. از اول تا به آخر قرآن درس چی میده؟ که تو موحد باشی. القرآن كله فی التوحید. خب اینال میگه چی قسمی قرآن کلش در توحید است؟ دلیل بگو بر ما. میگه لانه اما امر بعبادت الله. میگه یا امر است که عبادت الله را بکنی. آیات قرآن است به چی امرت میکنه؟ انا اعبد الله، انا اعبد الله، عبادت الله را بکن، نماز برای الله بخوان، روزه را برای الله بگیر، سجده را برای الله بکن، و ترک عبادت ما سوا. پس وقتی که امر به عبادت الله شد،
حال توحید چند قسم است؟ توحید در ذات است، توحید در صفات است، توحید در افعال است، توحید است در عبادت و توحید در اطاعت. همین 5 بخش علما در 3 بخش خلاصه کردن، میگن توحید ربوبیت، توحید افعال الله، توحید الوهیت که 2 بخش داره، توحید عبادت و اطاعت است و قسم سوم توحید اسما و صفات الله است. صحیح شد نه؟ عالم میگه قرآن یا امر به عبادت الله هست. وقتی که امر به عبادت الله شد و نهی ترک عبادت ما سوا شد، پس اینجا دعوت به توحید عبادت شد و رد شرک در چی شد؟ در عبادت شد. خب و اما بیان لجزاء الموحدین، یا قرآن بیان میکنه پاداش موحدین را و عقاب المشرکین فی الاخره. پس قرآن آیاتی که بیان میکنه که اینی جنت است، اینی نعمت است، این نعمت است، این کلش پاداش توحید است. و جزاهایی را که بیان میکنه چی هست؟ جزاهای کسانی هست که ضد توحید هستند. پس قرآن پاداش توحید یا جزای غیر موحدین. یک کلام علامه ابن القیم است. و اما بیان لنصر الله للموحدین، یا قرآن بیان میکنه نصرت الله را که الله چه قسم پیغمبرا را نصرت کرده، موحدین بیان کرده. پس کل آیات قرآن که نصرت موحدین بیان میکنه توحید است. و عقوبته للمشرکین فی الدنیا، عاقبتشان که در دنیا مشرکین، فرعون چطور غرق کرد، آمان چطور از قوم ثمود چه قسم کرد، قوم لوط چه قسم کرد، قوم فلانی. پس عقوبت مشرکین است. پس این هم چیست؟ در توحید شد. و اما امر بالطاعه، یا آیات قرآن است که توحید حاکمیت بیان میکنه. اطاعت الله را بکو، شریعت الله را تطبیق بکو، حاکمیت الله را تطبیق بکو، اوامر الله را تطبیق بکو. و نهی عن المعصیه، و نهی هست از شرک در حاکمیت، معصیت ها را قانون جور نکن. پس کلش دو توحید. و ذالک میگه این چی است؟ امر به طاعت و نهی از معصیت، میگه از حقوق توحید و مکملاته و تکمیل کننده های توحید است. امر و نهی، اوامر الله، چیزی که اوامر است، چند صد امر است در قرآن و چند صد نهی است. این میگه چی است؟ حقوق توحید است. توحید است، اقسام توحید است، جزای موحدین است، جزای کسایی که غیر موحد هستند، متوجه هستند، و حقوق و مکملات توحید است. و اما امر بموالات الموحدین والبراء من المشرکین، یا امر است بچی که تو دوستی باید به همراه کی بکنی؟ به همراه موحدین، من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، همراه موحدین باش. و نهی هست از کی؟ از مشرکین، مغضوب علیهم ولا الضالین. اینش هستن. پس موالات موحدین و براءت از مشرکین، این آیات هم که از کلشان مربوط به چی میشه؟ مربوط به توحید میشه. و ذالک من لوازم التوحید. پس یکی توحید است، یکی حقوق توحید است، یکی لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ که تو باید موالات و دوستی و محبت همراه کی داشته باشی؟ همراه موحدین. و دشمنی باید با کی داشته باشی؟ با انسان‌هایی که مخالف توحید است، کافر است، مشرک است، منافق است، مرتد است، هر کسی که هست. خب و اما خبرون، و یا میگه قرآن عظیم شان خبر است عن الله و اسمائه و صفاته، که بازی توحید چی میشه؟ توحید اسما و صفات میشه. پس الله متعال خبر میده از الله و اسمایش و صفاتش. و ذالک، و ای که الله متعال چرا اسمای خدا، حکمت چی است که اسما و صفات خدا بیان میکنه؟ میگه وقتی که اسمای الله را در قرآن فهمیدی و صفات الله را در قرآن فهمیدی، و ذالک مما یوجب محبته، باز ای واجب میکنه چی را؟ محبت الله را. هر قدر که اسما و صفات الله را بیشتر بفهمی، به مو اندازه در قلب تو چی پیدا میشه؟ محبت الله پیدا میشه. والخوف منه والرجاء، باز محبت، خوف و رجا. امی علامه ابن القیم رحمه الله در یک جای دیگه میگه مسلمان کس مثل یک پرنده هست. قلب مسلمان مثل چی هست؟ مثل
یک پرنده باید قلب تو باشه که رأسه و سرش محبت باشه، یک بالش خوف باشه، یک بال دیگه چی باشه؟ رجا باشه. یعنی وقتی ما و شما قلبا در مقابل الله ایستاد میشیم، عبادت الله را میکنیم، قلب ما مثل پرنده است، سه بخش داره: محبت، خوف و رجا. با عبادت خدا به اساس محبت میکنیم و از عدالت الهی میترسیم، خوف داریم، و به رحمت الله چی هستیم؟ رجا و امید داریم. پس گفت وقتی که از اسما و صفات الله خبر میته، ذلك مما يوجب محبته والخوف منه ورجاء ما عنده، فالقرآن الكريم كما يقول العلامة ابن القيم كله توحید. پس قرآن عظیم شان کلش چی شد؟ توحید. یا توحید ربوبیت بیان میکنه، یا توحید الوهیت، توحید عبادت بیان میکنه، یا توحید اطاعت و حاکمیت بیان میکنه، و یا اسماء و صفات بیان میکنه، یا مکملات و لوازمش بیان میکنه، یا حقوق توحید بیان میکنه. پس قرآن عظیم شان اصل کتاب چی هست؟ کتاب توحید و کتاب عقیده هست. پس این را به من نیت بخوان که الله متعال بر ما چی نصیب بکنه؟ عقیده سالم و صحیح نصیب بکنه. الله متعال ما و شما را در جمله کسای قرار بده که اونا خدمتگارای قرآن هستن، خادمین قرآن هستن، قرآن میفهمن، به قرآن عمل میکنن. و الله متعال امی چند دقیقه که ما و شما اینجا ششتی میره در عبادت ما و شما قبول بکنه، در جمله کسای ما و شما را حشر بکنه من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.